نأمر بالمعروف ولا ننهى عن فعل الشر ولنتركها. حالا یک زمانی شده است که همین که اگر چیزی را بدعت گویی فوراً تو را به گروهی نسبت می‌دهند، یا سلفی میگویند یا وهابی یا گمراه، گویا خودشان حنفی مذهبی واقعی هستند و گویا تمام این رسم و عنعنه های خانه خراب کن در مذهب حنفی سنت و مستحب است. ولی در حقیقت آنها نمیدانند که فقیهان مذهب حنفی در این باره چی فرموده اند و چی فتواهایی را صادر کرده اند. بلکه ابو حنیفه را از امام اعظم فر نمی کنند، ولی باز هم خود را حنفی می گویند. سبحان الله، نخواد که مذهب حنفی پر از این گونه بدعت ها و خرافات باشد. این گونه مردم ابو حنیفه رحمت الله علیه و مذهبش را نشناخته اند. علمای مذهب حنفی بدعت و اهل آن را مذمت کرده، بدعت و ناجایز بودن این گونه رسم و عنعنه های غیر دینی را، خصوصا آن رسم و طریقه غلطی که مردم برای بخشیدن ثواب در روزهای مخصوص مثل سیبگاهی، جمعگی و غیره اختیار کرده اند، بیان فرموده اند. در ذیل فتواهای فقیهان مذهب حنفی را با حوالجات ذکر کرده می شود تا در دلهای شما اطمینان حاصل شود. فتوای فقیه جلیل القدر حنفی حافظ ابن همام رحمت الله علیه، او نوشته است: پختن طعام از طرف اهل میت برای ضیافت مردم مکروه است، چون که ضیافت در وقت خوشی و خرسندی مشروع شده است، نه در وقت مصیبت و غم که این خود یک بدعت زشت است. به حواله فتح القدیر شرح هدایه جلد 1 صفحه 473. فتوای علامه طاهر ابن احمد بخاری حنفی رحمت الله علیه: در روز سوم بعد از دفن میت دعوت و ضیافت کردن اهل میت برای مردم ناجایز است، چون که ضیافت در وقت خوشی و خرسندی مشروع شده است، نه در وقت مصیبت و غم. به حواله خلاصه الفتاوا جلد 2 صفحه 234. فتوای فقیه و محقق مذهب احناف علامه ابن عابدین شامی حنفی رحمت الله علیه: طعام پختن اهل میت برای ضیافت مردم مکروه است، چون که دعوت و ضیافت در وقت خوشی و خرسندی مشروع شده است، نه در وقت مصیبت و غم. این یک بدعت زشتی است. امام احمد و ابن ماجه به سند صحیح از حضرت جریر ابن عبدالله رضی الله عنه روایت کردند که فرمودند: ما یعنی اهل اصحاب در خانه میت جمع آمدن و طعام پختن آنها را برای ضیافت مردم از نوحه کردن می دانستیم. یعنی چطور با آواز بلند گریه و نوحه کردن بر میت حرام و ناجایز است، همچنین طعام پختن اهل میت را از جمله نوحه کردن شمار کرده حرام و ناجایز می دانستیم. به حواله فتاوای شامی جلد 2 صفحه 24. فتوای امام شهاب الدین کردری حنفی رحمت الله علیه: از طرف اهل میت تا 3 روز آماده کردن طعام و خوردن آن مکروه است، چون که ضیافت تنها برای خوشی و خرسندی مشروع شده است و مکروه است پختن طعام برای مردم از طرف اهل میت در روز اول و سوم و بعد هفته و در روزهای عید، و مکروه است بردن طعام به سوی قبرستان در موسم ها. به حواله فتاوای بزازیه جلد 4 صفحه 81، حاشیه عالمگیری جلد 1 صفحه 127، جلد 2 صفحه 8. در این عباره ها با الفاظ صریح مذکور است که دعوت و ضیافت کردن اهل میت در روزهای مخصوص مثل روز اول که آن را برای نماز جنازه گذاران آماده کرده می شود و روز سوم که آن را به اصطلاح مردمی تاجیک سیبگاهی می گویند و روز هفتم روزهای عید و نیز خوردن از آن طعام مکروه است. همچنین در موسم ها طعام پخته به قبرستان بردن و برای ختم قرآن کریم صالحان و قاریان را جمع کردن و برای آنها طعام پختن نیز مکروه است. فتوای امام فخرالدین قاضیخان حنفی رحمت الله علیه: در روزهای مصیبت و غم دعوت و ضیافت کردن از جانب اهل میت مکروه است،
چون که روزهای مصیبت روزهای غم و تأسفند. در این روزها انجام دادن چیزی که در حالت خرسندی میکنند مناسب نیست. و حوالی فتاوای تاتارخانیه جلد 2 صفحه 781. فتوای امام شمس الدین کوهستانی حنفی رحمت الله علیه. دعوت و ضیافت کردن اهل میت در ایام مصیبت و غم و طعام خوردن از آن هر دو مکروه است. و حوالی جامع الرموز کتاب کراهیت صفحه 443. فتوای امام زیلعی رحمت الله علیه. برای عزاداری تا 3 روز نشستن اجازت است و شرطی که این عمل با کارهای نامشروع مثل گستردن دسترخوان و آماده کردن طعام از جانب خانواده میت همراه نباشد. به حواله تبیین الحقایق شرح کنز الدقایق. فتوای ملا علی قاری حنفی رحمت الله علیه. طعام پختن اهل میت برای ضیافت مردم مکروه است، چون که ضیافت در وقتی خوشی و خرسندی مشروع شده است، نه در وقتی غم و مصیبت که این یک بدعت زشتی است. مستحب آن است که خویشاوندان و همسایه ها برای اهل میت طعام یک شبانه روزه آنها را فرستانند. به حواله شرح النقایه جلد 1 صفحه 459. فتوای جماعت علمای هند رحمهم الله. دعوت و ضیافت کردن اهل میت در روز سوم جایز نیست. و حواله فتوای هندیه یعنی فتوای عالمگیری جلد 1 صفحه 127. فتوای شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه. و عادت نبوی نبود که برای میت در غیر وقت نماز جمع شوند و قرآن خوانند و ختمات یعنی ختمه ها خوانند، نه بر سری گور و نه غیر آن، و این مجموعه بدعت است و مکروه. نعم، تعزیت اهل میت و تسلیه و صبر فرمودن سنت و مستحب است، اما این اجتماع مخصوص در روز سوم و ارتکاب تکلفات دیگر و صرف اموال بی‌وصیت از حق یتیمان بدعت است و حرام. به حواله سفر السعادت صفحه 273 و لمعات جلد 1 صفحه 745. فتوای شیخ عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه. مقرر کردن روز سوم و غیره به تخصیص و او را ضروری انگاشتن در شریعت محمدیه ثابت نیست. و حواله مجموعه الفتاوا جلد 1 صفحه 341. یعنی برای خیرات و صدقات روزهای مخصوص را مقرر کردن در شریعت ثابت نیست و برای او هیچ دلیل وجود ندارد. مقرر کردن وقتهای مخصوص برای صدقه و خیرات و دیگر عبادتها به دست صاحب شریعت است، نه به دست ما و شما. وصیت قاضی ثناءالله پنیپتی رحمت الله علیه. بعد از مردن من رسوم یعنی رسمهای دنیوی مثل دهم، بیستم و چهلم و 6 ماهی نکنند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم زیاده از 3 روز ماتم کردن را جایز نداشتند و حرام ساختند. و حواله وصیت‌نامه صفحه 191. ارشاد حضرت شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه. و دیگر عادت شنیعه عادت زشت ما مردم اسراف است در ماتمها و سوم و چهلم و 6 ماهی و فاتحه و سالینه و این همه را در عرب اول یعنی دوره صحابه و تابعین رضی الله عنهم اجمعین وجود نبود. به حواله تفهیمات جلد 2 صفحه 247. فتوای امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه. سوال: آیا خیرات 3 بیگاهی، بیگاه جمعگی، هفتم، چهلم و غیره که بعد از دفن میت صورت میگیرند در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه یا در یگان کتاب معتبر فقه دلیل بر جایز بودن آن موجود است؟ جواب: خیرات 3 بیگاهی
بگاه جمعگی، خیرات چهلم، سال و غیره، این همه رسم ها بدعت گمراهی یعنی بدعت ضلالت است. در شریعت هیچ اصل و دلیل ندارند. بخشیدن ثواب اعمال برای گذشتگان جایز است، ولی بنابر این قیدها بدعت است و حرام. یعنی صدقات و خیرات برای گذشتگان جایز است، ولی نباید در روزهای مخصوص انجام پذیرند، مثل روز سوم، هفتم، چهلم و غیره. سوال: در این زمانه رواج است که وقتی کسی وفات کند، خویشاوندان و همسایگان در آن روز یا روز دوم یا در یگان روز دیگر در مسجد یا در جای دیگر جمع شده قرآن شریف، درود شریف، کلمه طیبه و غیره میخوانند و ثواب آن را برای میت میبخشند. بعد از آن یگان چیزی خوردنی تقسیم میکنند. پس آیا اینچنین جمع شدن و به هیئت اجتماعی قرآن و غیره خواندن یا دیگران را به آن امر کردن جایز است یا نه؟ جواب: قرآن کریم یا کلمه طیبه را با خویشاوندان و همسایگان جمع شده روز وفات میت یا روز دوم یا سوم خواندن بدعت و مکروه است. در شریعت برای آن اصل و حقیقت وجود ندارد. در نصاب الاحتساب مذکور است و مردم را دعوت کرده با جماعت با آواز بلند قرآن کریم را ختم کردن که آن را به فارسی سپاره خواندن میگویند مکروه است. به حواله فتاوای رشیدیه صفحه 135-136. تنبیه: مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه جواب این سوال را در فتاوای خود به حواله معتبرترین کتاب‌های فتوا در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه یعنی فتاوای شامی و بزازیه با نقل عبارت نقل کرده است، ولی در اینجا خلاصه آن ذکر شده است.